یه چند تا نکته خیلی مهم در رابطه با ضرب داخلی و ضرب خارجی میخوام بهتون بگم که مسئله هاتون رو سریعتر حل کنید. توی ضرب داخلی اگه دو تا بردار، مثلا بردار A دات B، این دو تا بردار بر هم عمود باشن، حاصل ضرب این دوتا برابر با 0 میشه. ما میگیم توی ضرب داخلی مثلا باز A دات B مساویه با B دات A، یعنی از قانون جابجایی پیروی میکنه. مثال ساده تر بخوام بگم 2 ضرب در 3 مساویه با 3 ضرب در 2، فقط تو ضرب داخلی اینجوریه. اما حالا بریم سراغ ضرب خارجی. اگه دوتا بردار A و B با همدیگه موازی باشن، ضرب خارجیشون که به این صورت هم نشون داده میشه برابر با 0. نکته بعدی هم این که ما تو ضرب خارجی مثلا A ضرب در B رو مساوی نمیدونیم با B ضرب در A. نکته بعدی، اگه دوتا بردار از لحاظ عدد دقیقاً شبیه همدیگه باشن، مثلا اینجا رو نگاه کنید، A باشه 2i به علاوه 3j، حالا مقدار کاهش هم 0 باشه، b هم مساوی باشه باز با 2i به علاوه 3j. اگه ما بخوایم این دوتا بردار رو توی همدیگه ضرب خارجی کنیم مقدارش میشه 0. و نکته مهمتر که حالا باز با یه رنگ دیگه اینجا می نویسم این که اگه همین دوتا بردار ما یکی باشن، فقط علامتاشون فرق کنه. اینجا رو دقت کنید، من این به علاوه رو پاک میکنم، بعد مثلا 2i و اینجا یه علامت منفی پشتش میذارم، واسه مثبت 3j هم اینجا یه علامت منفی میذارم. باز اگه ما این دوتا بردار رو توی همدیگه بخوایم ضرب کنیم، یعنی با هم برابرند و قرینند، باز هم جواب ضرب خارجیشون مساویه با 0 میشه.